کنم. یک قصه بردان بکنم. خب در پیروی از شریعت الله میگه یک وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه منوره آمد، اونجا علمای نصارا بودن، در نجران میگفتن و کجا میگفتن. یک عالم از دیگه از همین احبار، کسایی که ضد شریعت الله کار میکنه، این دیگه به خاطر مناظره و همین مردمای بیدین که زیاد هستن، زیاد دروغ میگن که من مناظره میکنم و شکست دادم و شهلا بردم و فلانی کردم، در حالی که دروغ بسیاری گپایش سعی کنیم نمیخوای به حق برسه، فقط میخوای مردم فریب بده. عیسی با آمد که مناظره کردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، در میرا می آمد دیگه یک بیادر از این جاهل است. بیادر خرد چی است؟ جاهل است، بی سواد است، هیچ چیز نمیفهمه. این دیگه چی میکنه؟ این دیگه به حساب دریور از این سابق دریور چی رو میفتن؟ کسی که هم رسپان شتر میگرفت، امو شتر میبرد، این دیگه به حساب دریور از این هست. این سائق از این سائقی رو میگفتن. این سائق چی است؟ صاحبی همین آدم چاق و شکم کته که بسیار اینجا تو راست هم تو پر از لپ و گوشت است، هم تو راه رفته میره. این دیگه صاحب دمی سر شتر سوار است. شتر یک عادت خراب داره، وقتی که راه میره آدم این قسم شده میده. من یک دفعه در مدینه منوره بود، در مکه مکرمه سر شتر سوار شدم. اونجا شتر زیاد است که یا یک وقت این تو میگه می دل جگر ده برات شورک میته. خب اگر شتر تکر کرد پاش کدام جای بند شد، باز تکر از او بسیار خطرناک است. دمیرا که آدمی صحرا میرن، دمی دم پای از می شتر از می عالم و مولوی کته چاقه که حبر از به حسابی صاحب سوار است، دمی دم پای شتر از یک سنگک می. وقتی که سنگ می پای شتر که سنگ دکه میخوره یا تکر میکنه، این شتر یک تکان بسیار خطرناکی رو میده که همین دل و جگر از این کلشه بالا میره. امی بیادر جاهل از این میده، بیادر جاهلش